امروز صبح نور آروم افتاده بود روی بالکنمون. یه سینی ساده از نون، پنیر، گردو و نعنا. و فراموش نکنین چی یک صبحانه خوب رو میسازه و کامل میکنه؟ یک فنجان چای تازه دم، خوش رنگ و خوش عطر. یک چای خوش رنگ کنار گلدون گل تابستونی. همه چی همون قدری که باید آروم بود. گاهی خوشبختی یعنی همین لحظه های کوچک. دلم میخواست این صبح ساده رو با شما قسمت کنم. به کانال من خوش اومدید.